أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عرب، از علم صرف، از کتاب صرف میر 6 درس گرفتیم و امروز بنده میخواهم درس هفتم را از کتاب صرف میر به سمع شما دوستداران و خواهشمندان زبان عربی برسانم. پس درس امروزه ما و شما از این فصل شروع می شود، فصل نو که صاحب کتاب میگوید فصل امروزه ما و شما، درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود. فصل چون فعل مستقبل را از برای مفعول بنا کنند. ما و شما درس گذشته گفتیم که فعل مستقبل یا درس های گذشته بارها گفتیم فعل مستقبل یعنی فعل مضارع، یعنی فعل زمان آینده، فعل مضارع از برای مفعول بنا کنند یعنی که مجهولش کنند. میگه حرف استقبال را به ضم کنند، یعنی حرف استقبال را ضمه میکنند اگر مضموم نباشد. اگر خود حرف استقبال، حرف مضارعت ضمه نباشد ضمه اش میکنن. به مثل چی؟ به مثل مثلا ینصرو، یکرمو. دقت بتید، ینصرو یکرمو. در ینصرو ما میبینیم حرف مضارعت چی است؟ فتحه است، ینصرو. اما در یکرمو میبینیم حرف مضارعت ضمه هست. ما گفتیم در فعل مضارع در 4 باب حرف مضارعت ضمه می شود. همون 4 بابی که فعل ماضیش 4 حرفی هستند: اکرم باب 7، فرح باب 8، قاتل باب 9، دحرج باب 19. این 4 باب در حرف مضارعت در همه صورت ضمه می شود. گفته در درس‌های گذشته گفته بودیم. میگه چون فعل مستقبل را از برای مفعول بنا کنند حرف استقبال را به ضم کنند. اکنون ما میخواهیم که این را مجهول کنیم. چیکارش میکنیم؟ حرف استقبال را میگه ضم کن، پس حرکتش را میگیریم، در جاش چی میمونیم؟ ضمه میمونیم. دقت بتید، ضم کن. اگر مضموم نباشد، اما در اینجا چی؟ به حال خودش میایستد. چرا؟ زیرا اینکه خودش مضموم است، ضمه دارد. این ضمه نداشت، ما ضمه اش دادیم، اما این ضمه که دارد به حال خودش می ایستد. و عین را به فتح کنند، یعنی عین را فتحه میکنیم. به مثل چی؟ به مثل ببین این عین باب است، این عین باب است، پس عین باب را ما فتحه میکنیم. دقت بتید، عین باب فتحه شد. و در اینجا هم همچنین عین باب را فتحه میکنیم. ببین میشه یکرم، ینصرو یکرمو. اگر مفتوح نباشد، اما ما فعل هایی داریم که عین بابش مفتوح است. به مثل چی؟ به مثل مثلا یعلمو. دقت بتید، یعلمو. اکنون در یعلمو ما همین قاعده را بیا استفاده بریم. میگد که ما اول گفتیم حرف مضارعت رو ضم میکنیم اگر ضم نباشد. این ضم هست، به حال خودش می ایستد. این فتحه بود، ضمه کردیم، این هم ما ضمه میکنیم. ببینید ضمه میکنیم. دقت دادید؟ میگد که و عین را به فتح کنند، یعنی فتحه کنند اگر مفتوح نباشد. اینجا عین رو ما فتحه کردیم زیرا اینکه ضمه بود. اینجا ما عین رو فتحه کردیم زیرا اینکه چی بود؟ کسره بود. در اینجا چی؟ به حال خودش می ایستد. چرا؟ زیرا اینکه خودش فتحه است. اگر خودش فتحه باشد به حال خودش می ایستد. چون ینصرو، ببینید چون ینصرو مجهول است، یکرمو مجهول است، یعلمو مجهول است. انا این طریقی مجهول کردن فعل مضارع که در بدون خوانده بودیم. اگر بدون قاعدهشون در یادتون باشد، ما مثلا ینصرو
میخواهی که اگر میگه میخواهی فعل مضارع رو مجهول کنی ما قبل و آخر رو فتح کن. ببین همه ما قبل و آخر فتح است. میگه ما قبل و آخر رو فتح کن، حرفای مضارعات رو دم کن. امیخه گپ بدون برای حفظ کردن و فهمیدن آسان‌تر است. اگر میخوای معلوم فعل مضارع مجهول کنی ما قبل و آخر رو فتح کن، حرف مضارعات رو دم کن. ببین همش ما قبل و آخر فتح است و حرفای مضارعات دم هست. اکنون باب ها را میارد. باب یکم رو یونسرو، نصر ینصرو مجهولش میشه یونسرو. پس 14 صیغه شب بگوید که یونسرو، یونسران، یونسرون، تونسرو، تونسران، یونسرن، تونسرو، تونسران، تونسرون، تونسرین، تونسران، تونسرن، اونسرو، نونسرو. پس 14 صیغه اش رو بگوید. اکنون و یکرمو، و یکرمو میارد یکرمو. پس 14 صیغه اش رو بگوید. یکرمو، یکرمانه، یکرمون، تکرمو، تکرمانه، یکرمن، تکرمو، تکرمانه، تکرمون، تکرمین، تکرمانه، تکرمن، اکرمو، نکرمو. 14 صیغه مجهول فعل مضارعش. و یضاربو، ضارب، یضاربو دیگر نمی نویسم اما شما خودتان در دفتراتون نوشته کنید. یضاربو از یضاربو گرفته شدگی است. مثلا قاتل یقا از یضاربو گرفته شدگی است. در اینکه قاتل یقاتلو، ضارب یضاربو و مثل این هست. یا را به حال خودش گذاشتیم، فقط ری که کسره بود فتحش دادیم شد یضاربو. ضارب یضاربو بود، یضاربوش کیم. پس 14 صیغهش یضاربو، یضاربانی، یضاربون، تضاربو، تضاربانی، یضاربن، تضاربو، تضاربانی، تضاربون، تضاربین، تضاربانی، تضاربن، اضاربو، نضاربو. 14 صیغه مجهول فعل مضارعش. و یصرفو میارد. اصلش چیه؟ یصرفو. در اینجا هم همچنین یا را چقه نمیشویم زیرا که خودش دمه دارد، اما ری که کسره که دارد فتحش میتیم در یصرفو. پس میشه یصرفو مجهولش. 14 صیغهش میشود یصرفو، یصرفانی، یصرفون، تصرفو، تصرفانی، یصرفن، تصرفو، تصرفانی، تصرفون، تصرفین، تصرفانی، تصرفن، اصرفو، نصرفو. و یکتسبو، یکتسبو اکتسب یکتسبو اصلش یکتسبو. ما قبل آخر رو کسر فتح کردیم و حرف مضارعات رو دم کردیم شد یکتسبو. پس 14 صیغهش میشه یکتسبو، یکتسبو، یکتسبان، یکتسبون، تکتسبو، تکتسبان، یکتسبن، تکتسبو، تکتسبان، تکتسبون، تکتسبین، تکتسبان، تکتسبن، اکتسبو، نکتسبو. یتضاربو، یتضاربو از تضارب یتضاربو گرفتگی است. ما قبل آخر خودش فتح کی است به حال خودش می ایستد، اما حرف مضارع رو ما دم میکنیم میشه یتضاربو. معلومش چی میشه؟ یتضاربو. پس 14 صیغه مجهولش میشه یتضاربو، یتضاربانی، یتضاربون، تتضاربو، تتضاربانی، یتضاربن، تتضاربو، تتضاربانی، تتضاربون، تتضاربین، تتضاربانی، تتضاربن، اتضاربو، نتضاربو. 14 صیغه مجهولش. و یحمرو، ما گفتیم وقتی که میخوایم مجهول کنیم فک ادغام میکنیم. یحمرو اصلش چی است؟ یحمریرو. ما قبل آخر رو فتح کردیم یحمررو شد. حرف مضارعات رو دم میکنیم میشه یحمررو و باز ادغام میکنیم میشه یحمرو. پس 14 صیغهش میشود یحمر، یحمران، یحمرون، تحمر، تحمرانی، یحمررن. ببینید رر برای گفتم ما قبل آخر چی میشود؟ فتح میشود. ما قبل آخر فتح کی است؟ یحمررن. اما در معلوم میگفتیم که یحمریرن، اما در مجهول میگیم یحمررن. تحمر، یحمررن، تحمر، تحمران، تحمرون، تحمرین، تحمران، تحمررن، احمر، نحمر. 14 صیغه مجهولش. اکنون میگذرد در یستخرجو. یستخرجو از چی گرفتگی؟ یستخرجو. ما قبل آخر رو فتح کردیم و حرف مضارعات رو دام کردیم شد یستخرجو. یستخرجو، یستخرجون، یستخرجون، تستخرجو، تستخرجون، یستخرجن، تستخرجو، تستخرجون، تستخرجون، تستخرجین، تستخرجون، تستخرجن، استخرجو، مستخرجو. 14 صیغه مجهولش. و یحمارو، یحمارو اصلا چی گرفتگی؟ یحمارو و فک ادغام میکنیم میشه یحمریرو. ری را فتحه میتیم و حرف مضارعات رو دامه میکنیم میشه یحمررو، یحمررو. ری یکم حرکت چه میگیریم
و ادغام میکنیم میشه یحمر. در اینجا التقای ساکنین شد، لیکن ما درس گذشته گفتیم که علی حدیه است، جایز است در زبان عربی با 3 شرط. علی حدی 3 شرط دارد گفتیم. پس درس گذشته با تفصیل دربارش صحبت داشتیم. پس مجهول یحمر می شود یحمر، یحمرانی، یحمرون، تحمر، تحمرانی، یحمررن. ببینید یحمررن، تحمر، تحمرانی، تحمرون، تحمرین، تحمرانی، تحمررن، احمر، نحمر. 14 صیغه‌اش. و در رباعی اکنون ثلاثی مزید رو، مجرد و مزید رو ما خلاص کردیم. رباعی، در رباعی چیکارش میکنیم؟ میگه و در رباعی لام اولا رو مفتوح کنم به جای عین کلمه، چون یدحرجو لام اولا رو مفتوح میکنیم. همون گپی بدون بهتر است. ما قبل آخر رو فتح و حرف مضارعت رو دم. مثلا یدحرجو بود، یا که حرف مضارع رو دمه که به حال خودش میایستد به مثل این، اما ر کسره که بود فتحش میتیم به مثل این، میشه یدحرجو. پس 14 صیغه‌اش میشود یدحرج، یدحرجان، یدحرجون، تدحرج، تدحرجانی، یدحرجن، تدحرج، تدحرجان، تدحرجون، تدحرجین، تدحرجانی، تدحرجن، ادحرجون، ادحرجو. 14 صیغه‌اش. اکنون یتدحرجو، یتدحرجو رو از چی گرفتگن؟ از تتدحرجو. ما قبل آخر خودش فتحه است و حرف مضارعت رو دم میکنیم، خلاص میشود یتدحرجو. پس 14 صیغه‌اش میشود که یتدحرج، یتدحرجان، یتدحرجون، تتدحرج، تتدحرجان، یتدحرجن، تتدحرج، تتدحرجان، تتدحرجون، تتدحرجین، تتدحرجان، تتدحرجن، اتدحرج، نتدحرج. 14 صیغه مجهول بابی 20. بعد از این یحرنجمو، مجهولش میشود یحرنجمو. در اینجا دو کار کردیم. ما قبل آخر را فتح یحرنجی بود، جا میکنیم و یا بود یو میکنیم، پس میشود یحرنجمو. پس 14 صیغه‌اش میشود که یحرنجمو، یحرنجمان، یحرنجمون، تحرنجمو، تحرنجمان، یحرنجمن، تحرنجمو، تحرنجمان، تحرنجمون، تحرنجمین، تحرنجمان، تحرنجمن، احرنجمو، نحرنجمو. 14 صیغه مجهول باب 21. و آخرین باب 20 یقشعر. اصلش چی بود؟ یقشعر بود. یقشعر. چیکارش کردیم؟ فک ادغام کردیم، شد یقشعریرو. ر یکم کسره، ر دیوم دمه. یقشعریرو. اکنون در اینجا ما چیکار میکنیم؟ یا ر یکم فتحه میتیم، برای ما قبل اخیر است، میشود یقشعررو. یا اولش دمه میتیم، حرف مضارعت رو میشود یقشعررو. ر را فتحش رو در عین میتیم، میشود یقشعررو. ر را و در ادغام میکنیم، پس میشود چی؟ یقشعررو. و 14 صیغه‌اش میشود یقشعر، یقشعران، یقشعرون، تقشعر، تقشعرانی، یقشعررن. ببینید فک ادغام یقشعررن، تقشعر، تقشعران، تقشعرون، تقشعرین، تقشعران، تقشعررن، اقشعر، نقشعر. پس این بود 14 صیغه مجهول باب 22. مجهول فعل مضارع باب 22. چطوره که درس‌های گذشته فعل ماضیش همچنین مجهول کرده بودیم. پس با همین مجهول کردن فعل مستقبل به آخر رسید. با همین مجهول کردن فعل مستقبل به آخر رسید. و یادتان باشد که ما گفتیم فک ادغام در فعل هایی که آخرش حرف ادغام دارن، یعنی دو حرف بگیم شده دارن، در فعل ماضی از 6م صیغه تا به آخر کشاده می شود، از 6م صیغه. اما در فعل مضارع فقط در 2 جا کشاده می شود، در جمع مؤنث غایبات، در جمع مؤنث مخاطبات، در همین 2 جا کشاده می شود و این در بدون و در 22 باب صرفی بارها تکرارش کرده بودیم. با همین مجهول فعل مضارع به آخر رسید. میگذاریم به فصل نو. فصلون. اکنون فصل نو. فصل نو درباره چی صحبت میکند؟ میگوید که بدون که امر حاضر رو مجهول به طریق امر غایب، امر حاضر مجهول به طریق امر غایب مجهول باشد. یعنی چی؟ یعنی که ما امر چی داریم؟ امر حاضر، مثلا اضرب، اضرب. ببین این امر است. درس گذشته گفته بودیم امر چی است؟ امر حاضر یا امر بلام
امر حاضرش میکنیم امر معلوم. اکنون ما میخوایم که همین امر حاضر را مجهول بکنیم. چطور مجهولش میکنیم؟ میگه که این اگر میخوای مجهول بکنی با طریق امر غایب مجهول باشد. با طریق امر غایب برش میگه. امر غایب گفتیم امر بالام. مثلا امر بالام چی بود؟ لتضرب لتضرب معلومش لتضرب امر بالام ما در بدون خوندیم. لتضرب امر بالام یا امر غایبش میگفتن. پس ما این امر حاضر رو با مثل این باید چیکارش کنیم؟ مجهولش کنیم. یعنی چی؟ اضرب پس میشود باید مجهولش کنیم. میشود که لتضرب مجهولش میکنیم با طریق این. پس 14 صیغه در بدون خوانده بودیم که معلومی امر حاضر 6 صیغه است. امر بالام معلوم 8 صیغه است. پس همگی میشود چند تا؟ 14 تا. اما امر غایب گفتیم 14 صیغه است در بدون گفته بودیم. اینجا همون مقصدش همون است. مگر که 14 صیغه شه با امر چی بگو؟ با امر غایب قطعی بگو. مثلا اضرب را میخوای که مجهولش کنی، مثلا بگو که لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا. این 6 صیغه چی است؟ امر مجهول امر حاضرش میگن. مجهول امر حاضر به طریق غایب قطعی ما چیکارش کردیم؟ مجهولش کردیم. لتضرب لتضربا لتضربو تا آخر میگه بگو لتضرب لتضربا لتضربو سه تا مذکرش، لتضربی لتضربا لتضربنا سه تا مؤنثش. پس 6 تا امر حاضرم غایب کردیم. همینطور دیگه باب ها رو که صاحب کتاب خودش میگه که تا آخر و بر این قیاس بود امر مجموع افعال ثلاثی مجرد و بر همین مانند است. میگه امر مجموع یعنی امر همه فعل های ثلاثی مجرد. مثلا ثلاثی مجرد 6 تا باب داریم. این باب دوم حاضر کردیم. مثلا باب ینصرو را انصر مثلا امر حاضر را بگی مجهولش کن. میگه لتنصر لتنصرا لتنصرو لتنصری لتنصرا لتنصرنا. مثلا باب علم یعلم را لتعلم لتعلموا لتعلموا لتعلمی لتعلمنا لتعلمنا. 6 صیغه. هر باب را بگیرید دیگر گفتم بگیرید که در 22 باب صرفی گفته بودیم. و مزید فیه و مزید فیه ثلاثی مزید هم همین طور است. مثلا فعل امر باب هفتم چی بشود؟ اکریم. میخوای مجهولش کنی، پس با این طریقی امر غایب قطعی مجهولش کن. امر بالام قطعی بگو که لتضرب معذرت میخوام لتکرم لتکرما لتکرمو لتکرمی لتکرما لتکرمنا. 14 صیغه امر مجهول باب هفتم. هر باب دیگر را بیار. مثلا استخرج یستخرجو استخرج فعل امر است، امر حاضر. میخوای امر غایبش کنی چی بگو؟ لتستخرج لتستخرجا لتستخرجو لتستخرجی لتستخرجا لتستخرجنا. 14 صیغه. یعنی که هر بابی ثلاثی مزید را با مثل همین چیکارش میکنی؟ امرش میکنی، امر غایب. خب و رباع مجرد هم با مثل همین است. میگه رباع مجرد مثلا دحرج یا دحرج امر حاضر است. میخوای امر حاضر را غایب کنی با طریق امر غایب میکنی. ببین چی میگیم؟ لتدحرج. پس 6 صیغه‌اش میشود که لتدحرج لتدحرجا لتدحرجو لتدحرجی لتدحرجا لتدحرجنا. پس این 6 صیغه چی شد؟ امر باب 19 و مزیدون فیه و یعنی 3 باب رباع مزیدم به همین طریق است. 3 باب رباع مزیدم به همین طریق مجهولش میکنیم. مثلا که تدحرج را امر بالام امرش چی میشود؟ تدحرج امر است، یعنی جر کن تو. پس ما اگر که میخواهیم مجهولش کنیم امر حاضر را با طریق امر غایب گفتیم مجهولش میکنیم. میشه که لیتتدحرج دو تقتی لیتتدحرج. ببینید لیتتدحرج. پس 6 صیغه‌اش میشود که لیتتدحرج لیتتدحرجا لیتتدحرجو لتتدحرجی لتتدحرجا لتتدحرجنا. 6 صیغه امر 19 باب 19 امر غایبش. و همچنین
مثلا بابی 21 رو احرنجم یحرنجمو فعل امرش چی میشود؟ امر حاضرش میشود احرنجم. احرنجم یحرنجمو امرش چی میشود؟ احرنجم. پس میخواهی که مجهولش کنی میگویی که لی تو احرنجم لی تحرنجم. لی تحرنجم. ببینید احرنجم یحرنجمو تحرنجم لی تحرنجم. آخرش چیکار میکنیم؟ ساکن برای لام لامی چه؟ لام امر است. لی تحرنجم لی تحرنجما لی تحرنجمو لی تحرنجمی لی تحرنجما لی تحرنجم. نه 6 صیغه شد. باب 21. باب 22 هم همین است. اقشعر یقشعر رو فعل امرش میشود اقشعر. اقشعر فعل امرش چی میشود؟ اقشعر. وقتی ما میخوایم مجهول امر بالا میگیم لی تقشعر لی تقشعر لی تقشعر لی تقشعرو لی تقشعری لی تقشعر لی تقشعررن. فک ادغام میکنیم در جمع مؤنث لی تقشعررن. پس این چی شد؟ 14 همچنین 6 صیغه مجهول امر غائب یا امر حاضر مجهولش به طریق امر غائب. پس این فصل هم همچنین امر حاضر هم به پایان رسید که 6 صیغه چی دارد؟ 6 صیغه دارد و امر حاضر رو به طریق امر غائب میگیم. پس همون گپ بیدان 6 صیغه امر حاضر میگیم و 6 صیغه معلوم امر حاضر و 6 صیغه معلوم امر غائب میگوییم. 8 6 8 چند میشه؟ 14 تا. وقتی مجهولش میکنیم پس 14 تا را یک جا میگیم. مثلا که اضرب اگر که میخوایم مجهول امر بالامش کنیم از اول شروع میکنیم. مثلا از مخاطب لیکن میگیم که لتضرب لتضرب لتضربا لتضربو لتضربی لتضربا لتضربنا لیضرب لیضربا لیضربو لیضربی لیضربا لیضربنا لیضرب لنضرب. 14 صیغه امر چی شد؟ غایب شد. پس 22 باب رو به همین طریق شما میتونید که صرفش کنید که امر بالام در بدون گفته بودیم که 14 صیغه می باشد. خب با این فصل امر حاضر همچنین مجهول کردنش گفتیم به طریق امر غایب است. این هم به آخر رسید. اکنون فصل نو و در فصل نو چیزی نو رو میخونیم. دقت بتید که این مسئله هست که یکم بار میخونیم درباره نون تأکید. در زبان عربی نون هست او را میگن نون تأکید. اولا میخواهم برای شما فایده نون تأکید رو بیان بکنم. یعنی نون تأکید چی فایده دارد؟ دقت بتید. نون تأکید فایدهش عرب وقتی میخواهد به یک کار تأکید بکند چند راه ها دارد. یک راهش از همه در راه آسانترش نون تأکیدی خفیفه میگن این راه. دویم راهش نون تأکید است لیکن چی؟ ثقیله هست. سوم راهش راهی قسم هست. با قسم قطعی تأکید میکنند. پس کمتر تأکید و زیادتر تأکید و باز بسیارتر تأکید که این راه های تأکید است در زبان عربی. این را انشاءالله اصلا در نحو با تفصیل خونده می شود. ببینید نون خفیفه، این نون تأکید خفیفش میگن برای ساکن دارد. نون تأکید ثقیلش میگن برای شدت داشتنش و قسم. و سه راه برای تأکید است. اکنون این تأکید چی است؟ بیایید میخونیم صاحب کتاب چی میگوید در این باب. فصل چون نون تأکید ثقیله. این گفته نون تأکید چیه؟ ثقیله. چون میگن نون تأکید ثقیله در آید در اول امر حاضر معلوم. در اول امر حاضر مثلا یضرب. دقت بتید یضرب. مثلا اعلم. یا امر چی هستن؟ امر حاضر اعلم. مثلا اکرم و دحرج و چه؟ دحرج. اینها همه
فعل های امر حاضر هستند. اکنون یعنی اضرب بزن، تاکید نیست، بزنش خلاص. یا مثلا اعلم بدان خلاص. اکریم احترامش کن، اکرامش کن. دهرج بغلطانش خلاص. اما من میخوام باید بغلطانی، حتما بغلطان، البته را بغلطان. باید این گپ رو بگویم. چیکارش میکنم اکنون؟ همون را بیان کرده است که میگه چون نون تاکیدی ثقیله، این نون. حالا درباره این بعدتر گپ میزنیم. درباره این در کتاب گپ هم نمیزنیم، در نحو گپ میزنیم درباره این. اما در این دو موضوع صحبت میکنیم. ببینید حالا اول درباره این صحبت میکنیم، یعنی که سخت‌تر، وزمین‌تر، تاکید زیادتر، زیرا که در دوم درجه قرارش دادیم. ببینید میگه نون تاکید ثقیله در آیت در امر حاضر، امرهای حاضر. ببینید در امر حاضر معلوم گویی اطلبن. ببینید اطلبن، اطلب. اکنون دقت بتید، من اکنون میخوام که در آخرش نون تاکید ثقیله را بچسبونم. ببینید اصلی چی است؟ ساکن هست. این نون فتحه دارد. ببین نون ما بردیم فقط در برش موندیم. یا مثلا در اینجا دقت بتید نون تاکید، و در اینجا هم همچنین نون تاکید، و اینجا هم همچنین نون تاکید. اکنون دقت بتید ما حالا نون تاکید رو در اینجا موندیم. پیش از نون تاکید ساکن است. این ب ساکن است، میم ساکن است، میم ساکن است، جیم ساکن است. اینجا التقای ساکنین شد. آیا التقای ساکنین علی حدیه است؟ نه، زیرا که سه شرط نیست. ما علی حدی گفتیم سه شرط دارد، اینجا دو سه شرط نیست. پس چیکارش کنیم؟ برای این خاطر میگه عرب وقتی نون تاکید ثقیله یا خفیفه کدامش که در امر حاضر مفرد همراه کند، این پیش از آخر را آخرین حرف کلمه را چیکار میکنن؟ فتحه میتین. دقت بتید اضربن، اعلمن، اکریمن، دحری جنه. دقت دادید؟ اینجا ساکن بود، فتحه کردیم. برای چی؟ به خاطر نون تاکید. نون تاکید که در آمد آخر ساکنه گرفت فتحه کرد. این یکتا. بیا میگذاریم به دوم. مثلا اضرب دو کس باشه چی میگیم؟ اضربا. ببین اضربا، اضربا. همچنین اعلما، اعلما شما دو کس بدانید. اکریما شما دو کس احترام کنید، حرمت کنید. اکریما. دحرجا شما دو کس جر کنید، بغلطانید. اکنون دقت بتید. حالا ما میخواهیم در اینجا نون تاکید ثقیله را بدراریم در اینها. چیکارش میکنیم؟ ببینید نون تاکید ثقیله را در آوردیم. در اینجا هم همچنین، و این اجزا هم همچنین در آوردیم، و در دحرجا هم همچنین نون را در آوردیم. دقت دادید؟ نون های تاکید ثقیله را در آوردیم. وقتی که ما در آوردیم در اینجا التقای ساکنین شد بین این الف که ساکن است، بین این نون تاکید که اصلا در اینجا دو تا نون است. نه، اصل دو تا نون است. مثلا اینجا در اصلش این طور است، این نون ساکن است و این نون فتحه دارد. هرچه چسباندیم شده شد. دقت داده؟ اصل این طور است. اما وقتی که ما در اینجا نون تاکید رو که در آوردیم چیکار میکنیم اکنون؟ نگاه میکنیم که التقای ساکنین شد. علی حدی هست؟ سه شرط در او باید باشد هست؟ نه، زیرا که اینجا دو کلمه است. اضرب یک کلمه است، نون یک کلمه، نون تاکید است، دیگر چیز است. پس شرطی ادغام التقای ساکنین علی حدی که سه شرط دارد در اینجا نیست. پس چیکارش میکنیم؟ دقت بتید. پس میگه در اینجا ما اگر رفتو که الف را از اینجا بگیریم میشود به مثل این
یضربن می شود. مثلا دقت بتید یضربن، این همین است نه؟ دقت بتید اگر که ما یضربن اگر الف را بگیریم می شود چی؟ یضربن، با مثل این یضربن. پس ما از کجا بدانیم که یضربن و یضربن اوش یک کس است و این دو کس است؟ یگان راه فهمیده نداریم، زیرا که الف برفت از بین. برای التباس یعنی مانند شدن به یک نشود گفته الف به حال خودش میمونیم. دقت دادید؟ الف می ایستد، التقای ساکنین هم باشد می ایستد. چرا؟ زیرا که ما الف را بگیریم اگر پس بین یک کسه و دو کسه ما جدا کرده نمیتوانیم. بین یک کسه و دو کسه جدا کرده نمیتوانیم. پس این الف در جای خودش می ایستد. عرب اجازه داد که این الف بیستد. اما یک کار دیگر کرد، گفت که نون توکید ثقیله چی دارد؟ فتحه دارد. ببینید فتحه دارد نه؟ گفت که وقتی که الف کی ایستاد این نون را بگی، فتحش را بگی، در تهش چی بمون؟ کسره بمون. فتحه را بگی میگه چی بمون؟ کسره. دقت دادید؟ فتحه را بگیر میگه کسره بمون. پس چی میشود؟ یضربانی، اعلمانی، اکرمانی، دحرجانی. دقت دادید؟ تغییرات رو فقط فتحه را گرفتیم چیکار کردیم؟ فتحه را گرفتیم کسره کردیم. این برای تغییر یافتنش رنگش تغییر بدیم تا اینکه دلالت بکند که این اصل کسره را ما دادیمش. میگه که این نون بعد الف که آمد اکنون تغییرش بده. برای چی کس بگه برای چی تغییرش میتی؟ برای که میگه این الف رنگ الف مثنی است. مثلا فعل مضارع دبو که میزنن و اینها دو کس چی میگویی؟ میگویی یاد ریبانی. هم ترانه میگیم یاد ریبانی. ببین این الف میگه رنگ همین الف هست، این نون رنگ این نون هست. پس این نون را ببین کسره دارد، تعمیر کسره بده. این نون رو برای مشابهت به مثنی کسره دادیم. همین قدر گپ است. این نون رو برای مشابهت، برای مانند بودن به مثنی کسرهش دادیم. دقت دادید؟ پس این شد 6 صیغه، این شد دویم صیغه مثنی نون توکید ثقیله. بیاید میگذاریم در جمعش. مثلا یضربا جمع در چی میگیم؟ یضربو میگیم نه؟ بزنید شما مردها از اینجا بنویسیم ببینید. یضربو، این واو چی بود؟ جماعت. اعلمو، اینها رو همچون یک مثال نمیسته که 22 باب رو همین کار میکنید. اعلمو، اکرمو و دحرجو. اکنون اینها امرای چی شد؟ فعل امر حاضری جمع شد، جمع امر حاضر. اکنون دقت چیکار میکنیم؟ وقتی که ما نون میاریم میچسبونیم، وقتی نون آوردیم چسبوندیم، ببینید این الف رو از بین میبریم، این الف از بین میرود. در اینجا نون توکیدی ثقیله را میاریم، این الف از بین میرود. اعلمود نون توکیدی ثقیله، اکرمود الف فارقه از بین میرود، نون توکیدی ثقیله. دحرجود همچنین الف فارقه از بین رفت و نون توکیدی ثقیله. این نون آوردیم در آخرش موندیم. دقت بتید اکنون. خب وقتی که ما این آوردیم موندیم، نگاه کردیم که شد یضربون. اکنون التقای ساکنه شد. چطور گفتیم؟ دو نون است. این معذرت میخوام، اینجا حرف نون است، حرف بین حرف نون. دقت بتید این یا نون، این دویم نون، یکم نون ساکن است، این واو ساکن است. پس التقای ساکنه شد. نگاه میکنیم که آیا علی حدهی هست؟ نه، علی حدهی نیست. علی حدهی نیست، زیرا که در دو کلمه، یک کلمه در دو تا است.
پس اون سه شرط علی حدی در اینجا وجود ندارد. پس چیکارش میکنیم؟ دقت بدید. عرب میگوید که واو را پیش از خودش نگاه میکنیم که ضمه هست، این ضمه دلالت به واو میکند، به خاطر التقای ساکنین که شد واو را از بین میبریم، واو ضمیر را در تلفظ و در نوشتن از بین میبریم، اما در اصل کلمه چی است میگه؟ وجود دارد. پس ببینید چی میشود؟ دقت دادید؟ یضربون میشود. یضربون. پس بزنید شما همه مردها البته را بزنید. دقت دادید؟ یضربون. در اینجا هم چیکار میکنیم که التقای ساکنین شد، التقای ساکنین و واو را از بین میبریم. پس میشود چی؟ اعلمون. میمدنون میچسبونیم. اعلمون. اکریمو واو از بین میبریم، میشود اکریمون. همچنین در اینجا دحرجون. اکنون شما خودتان اینها را بیان کنید که برای چی بردیم. بگویید که التقای ساکنین شد، پیش از واو نگاه کردیم که ضمه دارد، این ضمه دلالت میکند به واو، پس این را از بین بردیم که همین ضمه خودش دلالت کرده ایستاده است. دقت دادید؟ پس این هست جمع مذکر امر حاضر. جمع مذکر امر حاضر. خب مذکر را با آخر رساندیم. بیا میگذاریم در مؤنث. در مؤنث چیکار میکنیم؟ در مؤنث این یک تایی بیستد برای مثال همچون نمونه. دقت بدید. میگوید که مثلا زن رو وقتی که ما امر کنیم چی میگیم؟ اضربی. همین طور نمیگوییم اضربی یعنی بزن تو یک زن. این یا داره آخرش، نه بزن تو یک زن. مردانش یا نداشت، این یا دارد آخرش. اکنون در اینجا چیکار میکنیم؟ اضربی. مثلا دیگر مثال هاش نمینویسم، اما شما خودتون در کتابتون بنویسید، در دفتراتون. در آخرش مثلا نون توکید را میاریم. دیدید؟ نون توکید آورده مونده. اکنون در اینجا التقای ساکنین شد. این یا ساکن است و این دو نون است. نون یکمش ساکن و علی حدی نیست، علی غیر حدی است. اینجا التقای ساکنین جایز نیست. پس چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم که پیش از ب کسره هست. معذرت میخوام، پیش از یا مخاطبه معنی است، پیش از این کسره هست. ببین کسره، برای همین کسره شده که کسره رنگ جدا گفتیم ضمه دلالت به واو میکند، این کسره دلالت به یا که میکند، یا را از بین میبریم. میشود اضربین. بره دنون میچسبونه، میشود اضربین. دقت دادید؟ اضربین. پس بعد این ب یا یایی که هست او را ما حذف کردیم، او دلیت کردیم به خاطر آنه که این کسره دلالت به همون یا میکنه، چطوری که ضمه دلالت به واو کرد. دقت دادید؟ پس این کار را میکنیم در مؤنث. همچنین در اعلمی شما خودتون اکنون بنویسید اعلمین. نون از بین بردیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میم کسره که هست دلالت به یا میکند. یا اکریمی، نون توکید که ما داریم اکریمین. یا مثلا دحرجی و نون توکید داریم دحرجین. دقت داده؟ به خاطر اینه که آخرش که کسره که هست، زیر که هست، این کسره دلالت میکند به یای محذوفه، این ضمه دلالت میکنه به واوی محذوفه. خب میگذاریم در دویمش، در مثنی. در مثنی اضربی جمع دو تاش میشه اضربا دو زن. اکنون همین چیزی که در اینجا گفتیم در اینجا همین گپا را بگویید. در اینجا چیزی که گفتیم کو در این پایین همون گپا را بگویید. هر یک مسئله است، برای خاطر وقت مونه دیگر در این صرفش نمیکنیم. در اینجا التقای ساکنین میستد برای مشابهت نشود، خلاصش مشابهت نشود. و نون توکید را کسره میتیم. برای چی؟ به خاطر آنه که بعد الف واقع شدگی است، برای مشابهت به مثنا. یضربانی کسره که است، این را هم کسره دادیم. پس میشود یضربانی، یعنی بزنید شما دو زن. خب میگذاریم در جمعش. در جمعش چی میشود؟
در جمعش می شود. جمع زنکا میگیم ببین اضرب نه، این جمع زنانه است. اضرب نه یعنی بزنید شما همه زنها. دیگر باقی مانده مثال خودتون بنویس. اعلم نه بنویسید بدانید شما همه زنها. یا اکتب نه بنویسید شما همه زنها. خب اکنون ما میخوایم نون توکیدی ثقیله را در اینجا همراه کنیم. این نون توکیدی چیه؟ ثقیله. این نون توکیدی ثقیله هست. این چی دارد؟ فتحه. خب اضرب نن، دقت بتید. اضرب نن آیا ممکن است؟ بله ممکن است، زیرا که التقای ساکنه نیست، پس ممکن است. اما عرب میگوید که نه. در اینجا میگوید سه تا نون همراه شده. سه تا نون ای. این یک نون و این دو تا نون است گفتیم. سه نون شد. سه تا حرف نون. جمع نون میگه در زبان عربی سه نون یک جا شدن قبیح است، ناخوب است. پس میگه که نه ما این تا رو گفتن نمیتونیم. پس ما عرب رو میگیم پس ما رو چیکار کنیم؟ نون توکید بچسبونیم. باید بگیم البته را شما زنها بزنید، حتما شما زنها بزنید. باید تاکید کنیم. چیکارش میکنیم؟ عرب میگوید که برای قبیح رو از بین بردن که قبیح نشود، پس بیاید میگد در این بین یک الف رو همراه میکنیم. ببینید یک الف همراه میکنیم. پس چی میشود؟ اضرب نه. اما این نون همچنین چی است؟ همچنین بعدی این نون بعدی الف شد. ببین بعد الف نون ما چیکار کردیم؟ کسره کردیم. برای چی؟ برای مشابه بودن با مثنی. پس میگوید که این نون را بگیرین حرکتش رو و بگیرین کسرهش بتین. پس میشود اضرب نانی. دقت دادید؟ اضرب نانی. این نون رو این الف رو ما آوردیم برای قبیح رو از بین ببریم. سه نون بر نیاد و در بینشان الف بیاید. پس شد اضرب نانی. نون را برای چی کسره دادیم؟ برای مشابهت با مثنی. یضربانی. دقت دادید؟ پس این هست نون توکیدی ثقیله. نون توکیدی ثقیله اینها می باشد. اکنون کتاب رو میخونیم. صاحب کتاب چی میگوید؟ میگوید که فصل چون نون تاکید ثقیله در آید در امر حاضر. اینها هم امر چی هستند؟ امر حاضر. مفرد مذکر و مؤنث، مثنی مذکر مؤنث، جمع مذکر مؤنث. خب گویی اطلبن. اگر اطلبن را چی گرفت؟ اطلب آخرش ساکن بود. اطلب فتحش داد. اطلبانی. مثال ما اضربانی. اطلبون را اگر بگه که در بین چی را حذف کردیم؟ حرف واو رو. برای چی؟ برای دمه دلالت میکنه به حرف واو. اطلبین. ببینید حرف چی را اصلش چی بود؟ اطلبی بود. یا داشت حذفش کردیم. برای چی؟ برای این کسره دلالت میکنه به یای محذوفه. اطلبانی و مثل این. پس اطلبنانی. بدیدید؟ اطلبنانی. اضربنانی. پس این هست نون تاکید ثقیله. و در مجهول گویی اکنون این امر حاضر بود. امر حاضر معلوم می شود. اما در مجهول امر حاضر گفتیم با طریقی پیشتر در فصل پیشینه بیان کردیم که امر حاضر رو میخوای مجهول کنی با طریق امر بالا مجهولش که امر غایب قطعی مجهولش که مثلا لتضرب. انا اون را میگه که اگر میخوای مجهولش کنی پس بگی لتطلبن، لتطلبنانی. همین به مثل همین کارا است. لتطلبن اصل چی بود؟ لتطلب به ساکن بود. نون توکید که مونده به مثل این فتحش دادیم چی؟ لتطلبانی به مثل این بود. نون فتحه کی بود؟ بعد الف کی اومد کسرهش دادیم. شد لتطلبانی. الف رو برای چی حذف نکردیم؟ اکنون فهمیدیم برای مشابهت با مفرد نشود گفته الف در جاش ایستاد و فقط نون کسره دادیم. لتطلبانی.
لتطلبون اصل چی بود؟ لتطلبو واو داشت. لتطلبون با واو را از بین بردیم. برای چی؟ برای این دمه دلالت به واو میکند. لتطلبین اصل چی بود؟ لتطلبی یا داشت. وقتی که ما نون توکید که چسباندیم پس به دلالت به یا محذوفه که میکند یا را از بین بردیم. پس شد لتطلبین لتطلبانی این را بیان کردیم یک بار. لتطلبنانی به مثل همون سه نون جمع کشید در بینشون الف موندیم با این نون کسره دادیم. برای چی؟ برای بعدی الف آمدگی است. شد لتطلبنانی. پس این هست مجهول. پس شما خودتون 22 باب صرفی را به مثل همین نون توکید ثقیله در دفتراتون بنویسید. زیرا اینکه اگر که ما در هر باب رو بگوییم وقت ما زیادی بعد یا درس درازی بعد می شود. خب میگوید که و در امر غایب معلوم گویی. در امر غایبی که معلوم است یعنی 14 صیغه امر مجهول بالانده عیناً همین کارا بکنید. مثلا که لیضرب امر مجهولی امر معلومی بالام است نه. لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا 6 صیغه امر غایبی معلوم. لیضرب لنضرب 8 صیغه شد. 8 صیغه امر معلومی امر بالام. اکنون بیاید نون توکید هم چسبانیم. پس چی میگیم؟ لیضربن 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 لیضربون لتضربن لتضربن لیضربنانی لتضربن لتضربن لیضربنانی. دیدید 6 صیغه مجهول امر. لاضربن لنضربن 8 صیغه امر غایب. در 22 باب همین کارا بکنید. فقط اون ساکن بود در یعنی که بیان کردیم. هر علتی که طلب میکرد بیانش کردگی هستیم. پس شما خودتون بسیار کار کنید تا اینکه این علتو در ذهنتون بماند. خب معلوم گویی لیضربن لیضربن لیضربون تا آخر چطوری که حالا گفتیمش. و در مجهول لیضربن و به مثل همین لیضربن مثلا مجهولش میکنیم امری بالامی مجهول 14 صیغه دارد نه. پس چی میشود؟ میشود که لیضربن لیضربان لیضربون واو را از بین بردیم. لتضربن لتضربان لیضربنانی الف را در آوردیم و نون را کسره کردیم. مخاطبش لتضربن لتضربان لتضربون واو را از بین بردیم. لتضربو بود اصلش. لتضربین اصلش چی بود؟ لتضربی بود یا بود یا را حذف کردیم. برای چی؟ برای این کسرت دلالت میکند به یا. پس میشود لتضربی لتضربین لتضربانی لتضربنانی جمع معنی امر بالا مخاطب. لتضربنانی لتضربنانی نون الف را در آوردیم نون را کسره دادیم. لاضربن لنضربن اصلش لاضرب ساکن بود فتحش دادیم برای نون. لنضرب ساکن بود لنضربن گفته بیر فتح دادیم برای چی؟ برای نون. پس این هست 14 صیغه مجهول امر بالام. نون توکید ثقیله همینطور داخل میشه. میگه تا آخرش بگو. و بر این قیاس در معروف و مجهول نهی نیز درآید. میگه بر همین قیاس کرده در معروف یعنی معلوم در بدون میخونیم که فعل معلوم در معروف اینجا در معروفش میگه. معروف و معلوم هر دوش یک چیز است. در معلوم و مجهول در چی در بدون میخونیم؟ مجهول فعل مضارع. مجهول نهی نیز درآید. فعل نهی ده نهی چی در اولش؟ لا نهیه. لا تضرب نون که در آورده میگیم که لا تضربن لا تضربان لا تضربون همین کارها را میکنیم. لا تضربین لا تضربان لا تضربنانی دقت لا یضربنانی. پس 6 تا غایب باز مخاطب شو بگید لا تضربن لا تضربان لا تضربون لا تضربین لا تضربان لا تضربنانی. 6 تا مخاطب لا اضربن لا نضربن 14 صیغه
مجهول نهی فعل مضارع. اولش چی بود؟ لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان لا یضربنان. پس همگی چند تا شد؟ 14 صیغه مجهول فعل نهی معلوم فعل نهی ده. همچنین چی می در آمده است؟ نون توکید می در آمده است. انا اکنون خلاص کرد بیان کردن را، یعنی که مثال ها را آورد و مثال ها را گفت با آخر رسید. اکنون چیکار میکند؟ اکنون برای ما یک یک همین علت هایی که ما بیانش کردیم کو همین علت ها را بیان میکند. دقت بدید چی میگوید؟ میگوید که اما واو در جمع مذکر بیافتد. واو گفتیم در اینجا واو بودنه اضربو واو داشت، واو از بین رفت، میگه بیافتد. چرا؟ برای چی بیافتد؟ زیرا که دمه دلالت میکند بر واو، دمه دلالت میکنه به این واو، برای همین خاطر واو ما از بین بردیم، این را بیان کردیم. دمه دلالت میکند به واو. و یا در مخاطبه مؤنث بیافتد. اضربی بدنه یا داشت، یا را از بین بردیم. برای چی؟ میگوید که زیرا که کسره دلالت میکند بر یا، این کسره که هست دلالت میکند به یای محذوفه. دقت دادید؟ همون گپای گفتگی هستیم همون را حالا بیان کرده ایستاده است. و در جمع مؤنث الف فاصله در آورند. این جمع مؤنث است نه؟ ما گفتیم یک الف میدراریم، همون را میگه این الف فاصله در آورند. دیدید؟ الف فاصله در آورند، یک الف در بین سه تا نون در آورند. برای چی؟ میگوید که و در جمع مؤنث الف فاصله در آورند تا فاصله باشد میان نون تاکید و میان نون جمع مؤنث که ضمیر است. ببینید نون جمع مؤنث و نون تاکید، پس برای فاصله شدن ما این الف در آوردیم بین نون ضمیر یعنی زنها، نون جمع مؤنث و نون تاکید الف را در آوردیم. این الف نامش چی بود است؟ الف فاصله. الفی که در اضربو بود الف چی میگفتیم؟ فارقه. این الف چی بوده؟ فاصله. این نام های این چیزها را حرفا را یاد بگیرید که زیرا که بسیار مهم است. اکنون و در جمع مؤنث الف فاصله در آورند تا فاصله باشد میان نون تاکید و میان نون جمع مؤنث که ضمیر است. اکنون این خلاص شد. برای اینها را یک تا چطور خدمتم بیان کردیم. پیش از اون که این را بخونیم، همچنین صاحب کتابم این سه تا را بیان کرد. این را معذرت میخوام، این را و این را و این را. اما درباره این چیزی نگفت چطور که درباره این بیان کردیم. درباره این هم چطور که بیان کردیم و صاحب کتاب یگان چیز درباره‌اش صحبت نکرد. اکنون این را ما خلاص کردیم. نون توکید ثقیله خلاص شد. دقت بدید، این را ما خلاص کردیم. این ماندگی است. بیاد ما میخوایم که همین را بدراریم. نون توکید خفیفه نام دارد. این نون توکید خفیفه. ما میخوایم که نون توکید خفیفه را بدراریم. چیکارش میکنیم؟ دقت بدید. ما چیکارش میکنیم؟ میگوید که هر جایی که نون تاکید ثقیله درآید، نون تاکید خفیفه نیز درآید. در هر کجایی که نون تاکید ثقیله بدرآید، نون تاکید خفیفه هم میدرآید. دقت بدید. اما در همش نمیدرآید. چطور خودشم حالا بیان میکند؟ الا میگد الا و هر جایی که نون ثقیله درآید، نون تاکید خفیفه نیز درآید، الا در تثنیه. تثنیه کدام است؟ این. پس در اینجا نون تاکید ثقیله نمیدرآید. دقت بدید. نون تاکید ثقیله در اینجا نمیدرآید. مثنی، این هم مثنی است، نمیدرآید. در مثنی نمیدرآید نون تاکید ثقیله خفیفه. نون تاکید خفیفه در مثنی نمیدرآید. دقت دادید؟ یک تا شد. تثنیه مذکر مؤنث هر دشت نمیدرآید. و در جمع مؤنث، در جمع مؤنث هم همچنین نمیدرآید. پس این الف دیگه برای ما در کار نیست. چرا؟ زیرا اینکه نون تاکید ثقیله وقتی که خفیفه که ندر آمد، الف هم برای ما در کار نیست. پس در این جمع نمیدرآید. چند تا گرفتیم؟ سه تاش رو. یک، دو، سه تا. در این سه تا نون خفیفه نمیدرآید. دقت دادید؟ نون تاکید خفیفه نمیدرآید.
اکنون در کجا میدروید؟ در این باقی مونده هاش میدروید. یک تا، دو تا، سه تا. اکنون فرقیت را ببینید چطور می شود. این نون باید ساکن باشد نه؟ پس شده را میگیریم، حرکتش را میگیریم، چه کار میکنیم؟ ساکن میکنیم. دقت بدید. ساکن این حرکتش را میگیریم و اینطور ساکنش میکنیم. دیدید؟ خلاص. همین کار میکنیم دیگه، اگه کار دیگرش نمیکنیم. البته خلاص شد. پس چی میگیم؟ میگیم اضربن، اضربون، اضربین. دقت دادید؟ خلاص شد. با همین نون توکید خفیفه در آمد. همین سه تا دمه دارید. پس ما در آوردیمش. مثلا مثال را ببینید. باز جداگانه بنویسیمش. مثلا اض ری، این نون توکیدی چه؟ خفیفه. اکنون دقت بدید. همین را وقتی که ما میبینیم سه نمود خوندن جایز است. می شود بگیم که اضربن یعنی تو یک مرد بزن، اضربن تو یک مرد بزن. می شود بگم که اضربون یعنی شما مردها بزنید. می شود بگم که اضربین تو یک زن بزن. دیدید؟ یک حرکت کار چکار کرد؟ معنا را از مرد به زن برد و از زن به جمع مردها برد. دقت دادید فرقیت را؟ فقط این کار کی کرد؟ همین حرکت. پس برای فهمیدن که ما مثلا همین را دیدیم چی طور بخونیمش، برای چی در کار بوده است؟ علم صرف و علم نحو، تا اینکه معنای درستش بکنیم، معنای درست دادش بتوانیم. پس صاحب کتاب برای ما و شما چطوری که پیشتر اطلبو رو آورده بود، اطلب فعل امر، اطلب. اکنون میگه که اطلبن، ما چطوری گفتیم اضربن، اطلبن، نون تاکید خفیفه. پس میگه اطلبون، چه میگه؟ اطلبون. ببینید نون تاکید خفیفه و این واو دلالت میکند به چی؟ همون گپایی گفتیم همون را بگویید. مثلا در اینجا هیچ کار نکردیم، یگون فتح به یگون چی دلالت نمیکنه؟ اضربن. اما در اینجا واو این دمه دلالت میکنه به واو محذوفه. چطور پیشتر گفتیم همون گپ است، دلالت میکنه به واو محذوفه. در اینجا یا دلالت میکنه، معذرت میخوام، کسره دلالت میکنه به چی؟ به نون محذوفه. مثلا کسرهش بتیم، همین کسره خودش دلالت میکند که در بعدی به یک یا بود. چطور دیگه گفتیم؟ بعدی به یا بود اضربین، اصلش اضربی بود. التقای ساکنین که شد، التقای ساکنین که شد، پس از بین بردیمش. مثلا در اینجا برای التقای ساکنین واو از بین بردیم. اضربو واو ساکنه، وقتی نون خفیفه را که موندیم ساکن، التقای ساکنین که شد، دیدیم که دمه دلالت میکنه به واو، پس واو از بین بردیم و گفتیم این واو خلاص هست. دمه دلالت میکنه به واو محذوفه، کفایه میکند. اینجا اضربی بود یا بود، وقتی که نون خفیفه را که موندیم ساکن، این یا ساکن، التقای ساکنین شد، یا را از بین بردیم شد اضربین. پس این کسره دلالت میکند به یایی که محذوفه است. دقت دادید؟ و طریق حذف کردنش. و همین طور شما خودتون 22 باب صرفی را بیارید و بیان بکنید که چطور می شود. و همچنین فعل نهیده صاحب کتاب آورده است. لا تطلبن، لا تطلبون، لا تطلبین. مثلا لا تضربن، لا تضربون، لا تضربین. فقط سه تا، خلاص. این سه تا دیگه‌اش ده نون تاکید خفیفه نمی‌دراید، فقط در همین سه تا می‌دراید. پس در یادتون بگیرید، در مفرد می‌دراید، در جمع مذکر می‌دراید 2 جا شد، در مفرد مؤنث می‌دراید 3 جا شد. اکنون ما حاضر اگر امر فعل نهی غایب رو بیاریم، همین کارو بکنید. مثلا 6 تا غایب است، در 3 تاش می‌دراید. 6 تا مخاطب است، در 3 تاش می‌دراید و در 2 تا متکلم می‌دراید. چند تا میشود؟ همگی 8 تا. پس در 6 تاش نمی‌دراید از 14 صیغه و در 2 تاش در 8 تاش می‌دراید. اینا در دفتراتون بنویسید که در کدامش می‌دراید و در کدامش نمی‌دراید و چرا نمی‌دراید. چطوری که ما بیان کردیم. برای التقای ساکنین در اینجا نون نمی‌دراید. اگر ما الف رو بگیریم التباس به این می‌شود.
برای همین خاطر نمیدروید در این دوتا. و در این برای چی نمیدروید؟ برای نون و اینجا نون ساکنه نمی شود، زیرا اینکه این نون فرعی این است و باید الف بیاریم، الف را بیاریم التقای ساکنه می شود. پس باید هر دو هم الفی فاصله گفتیم که هم الف فاصله هم نونی خفه از بین میبریم. پس در اینجا نمیدروید میگیم تماما یضرب نه، خلاص در جمع مؤنث نون تاکید خفیفه نمیدروید، اما ثقیله در همه‌اش میدروید. ثقیله چیکار میکند؟ در همه‌اش میدروید. اما در باب قسم چطور گفتیم در نحو گپ میزنیم. در این باره هم در نحو علم نحو ده همچنین می آید که در کجا میدروید در کجا نمیدروید. پس این بود درس هفتم ما و شما از صرف میر. پس درس هفتم رو در اینجا به پایان میرسانم و این مسئله نون تاکید، نون توکید یا تاکید هر دوش می شود، نون توکید یا نون تاکید، این خفیفه و ثقیله دارد. در کجا میدروید در کجا نمیدروید خلاصه کنید درس رو در دفترتون و حفظ بکنید، یا که این کتاب رو حفظ بکنید تا اینکه در ذهنتان بماند. و این کتاب بسیار کتابی مهم است و در باره‌اش قول‌های خیلی زیاد هستند که حتی بعضی میگن هر کی خواند هر کی خواند صرف میری میر را، یک کتاب شوخی نیست، هر کی خواند صرف میری میر را بیشکند 77 زنجیر را. الله اکبر، 77 زنجیر کو کنده میپرته اگر که خوب خواندیشه، اما خواندن سفسطه خوانی کردی یه زنجیر هم کنده نمیتونی. یا که با یک از دیگه با وایمترش کرده است، گفته است که هر کی خواند صرف میری میر را بیشکند 100 قلف و 100 زنجیر. او 77 گفت، گفت نه 100 قلف هم خوش که امروز قلف و زنجیر میکنه اگر که را بخوانی خواندن خوری نه بفهمی. اگر بفهمی جدی که این چی میگه و چی مقصد داره و برای چی یک مثال آوردو و برای چی در اینجا ندرآمد و برای چی بسیار در علم صرف استفاده بردن کنه، برای چی در اینجا ندرآمد و چرا اینجا چرا ما یا را حذف کردیم، اینجا چرا واو حذف کردیم، چرا بسیار مهم است، در اینکه چرا اصل واقعیت مسئله را برای ما واضح میکند. از این حساب پس این شعر را در ذهنتون داشته باشید که هر کی خواند صرف میری میر را بیشکند 77 زنجیر را، یا که هر کی خواند صرف میری میر را بیشکند 100 قلف و 100 زنجیر را، 100 تا قلف و 100 تا زنجیر را انشاءالله به طریق این میشکنی که دیگه اصل واقعیت رو دیگه اینا میفهمی که چی بگوی، اضربون بگوی، اضربن بگوی، اضربین بگوی، چی بگوی با چی میفهمی به همین علمی صرف. پس این بود درس هفتم ما و شما و در اینجا این درس رو به پایان میرسونم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و سربلند باشید و الله سبحانه و تعالی حافظ و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.